افغانستان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است، اما این بار نه به خاطر طالبان. در سپتامبر 2025 رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ ناگهان اعلام کرد که آمریکا باید پایگاه هوایی بگرام را دوباره در اختیار بگیرد. همین یک جمله واشنگتن، پکن، اسلام آباد و تهران را در شوک فرو برد. اگر نام بگرام را شنیده باشید، می‌دانید که این فقط یک باند پرواز معمولی نیست، بلکه جایی است که زمانی به آمریکا قدرت عظیمی در این منطقه داده بود. وقتی آمریکا در سال 2021 از افغانستان خارج شد، بسیاری گفتند این پایان نفوذ واشنگتن در منطقه است. اما چرا این پایگاه تا این حد اهمیت دارد؟ در این ویدیو خواهیم دید بگرام کجاست، چه نقشی در سیاست آمریکا داشته و بازگشتش چگونه میتواند نه تنها افغانستان بلکه کل جهان را تکان دهد. همچنین بررسی می‌کنیم اگر آمریکا دوباره کنترل بگرام را به دست آورد، موازنه قدرت در آسیا و جهان چگونه تغییر خواهد کرد و آیا اساساً چنین چیزی ممکن است یا نه. بگرام تنها 40 کیلومتر شمال کابل در ولایت پروان و میان رشته کوه‌های هندوکش قرار دارد. روی نقشه شاید فقط یک فرودگاه به نظر برسد، اما در واقع موقعیت آن یک گنج ژئوپلیتیک است. اگر شعاعی به اندازه 1500 کیلومتر از بگرام بکشیم، بخش‌هایی از غرب چین، استان سینکیانگ، ایران، قسمت‌هایی از پاکستان و حتی قلب آسیای مرکزی را پوشش می‌دهد. با اندکی گسترش، این دایره تا مناطق حساس مسکو نیز می‌رسد. این همان گستره نفوذ بگرام است، بزرگترین پایگاه آمریکا در افغانستان که بیش از 10,000 سرباز در آن مستقر می‌شدند. دو باند پرواز بیش از 3000 متری داشت که بمب‌افکن‌های B-52 و هواپیماهای C-17 به راحتی در آن فرود می‌آمدند. برای واشنگتن این فقط یک پایگاه نبود، بلکه دروازه‌ای به جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه بود. تاریخ بگرام به دهه 1950 باز می‌گردد، زمانی که شوروی آن را ساخت. در دهه 1980 و هنگام حمله به افغانستان، این پایگاه به مرکز عملیات ارتش سرخ بدل شد. سپس در 2001 پس از حمله آمریکا، بگرام به جواهر تاج ارتش آمریکا تبدیل گردید. توسعه یافت و به شهری مستحکم بدل شد. زمانی بیش از 4000 نیروی نظامی در آن دائما حضور داشتند. در دوران جنگ علیه ترور، بگرام قلب عملیات پهپادی، اطلاعاتی و نیروهای ویژه در سراسر منطقه بود. برای افغانها، بگرام نماد حضور آمریکا بود و برای واشنگتن نشانه‌ای از نفوذ جهانی آن. اما خروج ناگهانی آمریکا در اوت 2021 نقطه عطفی تاریخی شد. پایگاه بدون هیچ درگیری به دست طالبان افتاد. پایانی برای یک دوره و شاید آغازی برای دوره‌ای تازه. از همان زمان تحلیلگران گفتند کنترل آمریکا بر این منطقه رو به پایان است. اما چرا بگرام تا این حد مهم است؟ نخست به خاطر قدرت لوجستیکی آن. این پایگاه مانند یک انبار بزرگ عمل می‌کرد که در آن مهمات، سوخت، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی ذخیره می‌شد. دو باند بلندش اجازه می‌داد هواپیماهای باری حتی در شب یا هوای بد فرود آیند. بنابراین تدارکات نیروهای آمریکایی هرگز قطع نمی‌شد و همین موجب دوام حضور طولانی آمریکا در افغانستان شد. دومین عامل نقش اطلاعاتی بگرام بود. از اینجا مأموریت‌های ISR یعنی اطلاعات، نظارت و شناسایی اجرا می‌شد. پهپادها، ماهواره‌ها و رادارهای مستقر در آن داده‌هایی از افغانستان، پاکستان، ایران و غرب چین جمع‌آوری می‌کردند. بگرام به مرکز جنگ سایبری و الکترونیکی پنتاگون در آسیا بدل شده بود. سومین دلیل ارزش نمادین آن بود. بگرام فقط یک باند پرواز نبود، بلکه پیامی بود که نشان می‌داد آمریکا هنوز در قلب آسیا حضور دارد. با خروج در سال 2021 آن نماد نیز از میان رفت. حال اگر آمریکا دوباره کنترل بگرام را بگیرد، چه کشوری بیش از همه نگران می شود؟
بدون شک چین. بگرام تنها 1200 کیلومتر از استان حساس سینکیانگ فاصله دارد، جایی که اقلیت اویغور و جنبش‌های استقلال طلب فعالند. از این پایگاه، پهپادها و هواپیماهای جاسوسی آمریکا می‌توانند فعالیت‌های نظامی و حتی ترافیک ریلی غرب چین را زیر نظر بگیرند. افزون بر آن، تأسیسات موشکی و هسته‌ای متعددی در این منطقه وجود دارد که آمریکا قادر به رصد مستقیم آنها خواهد بود، از جمله سایت‌های قدیمی مانند لوپنور. در نتیجه، بگرام به آمریکا دید کامل بر غرب چین و برتری اطلاعاتی بزرگی می‌دهد. این حضور همچنین پروژه‌های کمربند و جاده چین در افغانستان را تهدید می‌کند. چین میلیاردها دلار در راه‌ها، خطوط آهن و معادن سرمایه‌گذاری کرده است و بازگشت آمریکا این طرح‌ها را آسیب‌پذیر می‌سازد. از نگاه پکن که از قبل در میان پایگاه‌های آمریکا در ژاپن، کره، فیلیپین و گوام احساس محاصره می‌کند، بگرام حلقه محاصره را تنگتر خواهد کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت افغانستان در برخی حملات تروریستی نیز نقش داشته و به دنبال آن روابط دو کشور به شدت تیره شده است. مرزهای تورخم و چمن چندین بار بسته شدند و در دو سوی مرز درگیری‌های مسلحانه نیز رخ داده است. در چنین فضایی، حضور دوباری آمریکا در بگرام می‌تواند بر طالبان فشار وارد کند تا خشونت را کنترل کرده و مرز را محکم‌تر کنند، چیزی که از دید پاکستان سودمند است. اما از سوی دیگر، نفوذ اسلام آباد را کاهش می‌دهد. سالها پاکستان میانجی میان واشنگتن و کابل بود، اما با بازگشت آمریکا به افغانستان این نقش پایان می‌یابد. نزدیکی بگرام همچنین موجب افزایش نظارت در امتداد خط دیورند می‌شود و قاچاق و شبکه‌های شبه نظامی مرزی را محدود می‌کند، هرچند پیامدهای آن پیچیده خواهد بود. بازگشت نیروهای آمریکایی ممکن است احساسات ضد آمریکایی را در داخل پاکستان شعله‌ور سازد و روابط اسلام آباد با چین، کشورهای خلیج و غرب را دشوارتر کند. خطر دیگر آن است که طالبان بار دیگر در مرزهای شمال غربی پاکستان درگیری ایجاد کنند و پروژه‌های حیاتی سیپک شامل جاده‌ها، تونل‌ها و خطوط انرژی را هدف بگیرند. بنابراین حضور آمریکا نه کابوس است و نه پیروزی برای پاکستان. در کوتاه مدت می‌تواند ناامنی مرزی را کاهش دهد، اما در بلند مدت احساسات ضد آمریکایی و از میان رفتن نقش میانجیگرانه پاکستان مشکلاتی جدی خواهند آفرید. برای ایران، بازگشت آمریکا به بگرام فشار تازه‌ای از سمت شرق ایجاد می‌کند، سمتی که تهران همواره امن‌تر می‌پنداشت. بیشتر توان دفاعی و تمرکز نظامی ایران بر خلیج فارس و اسرائیل است، نه بر مرزهای طولانی با افغانستان و پاکستان. اما با حضور بگرام، تهران ناچار است شرق خود را به شدت زیر نظر گیرد. بگرام در دسترس استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است، مناطقی که ایران پیشتر از قاچاق، تروریسم و نفوذ مرزی رنج میبرد. از آنجا پهپادها و تجهیزات شنود آمریکایی میتوانند جاده‌ها، خطوط ریلی و رزمایش‌های نظامی ایران را رصد کنند. چون این حضوری حتی توسعه تسلیحات ایران را زیر نظر خواهد گرفت و روابط تازه تهران با طالبان، چین و روسیه را تضعیف می‌کند. پاسخ ایران به حضور دوباره آمریکا در بگرام کاملاً قابل پیش‌بینی است. تهران رادارهای بیشتری در شرق نصب خواهد کرد، گشت‌های هوایی را افزایش می‌دهد و شاید برخی یگانهای موشکی خود را به شرق منتقل کند. با این حال، ایران به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های طولانی قادر نیست با برتری نظامی آمریکا در منطقه رقابت مستقیم کند. در نتیجه، احتمال دارد واکنش تهران بیشتر در قالب افزایش همکاری با روسیه و چین و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اطلاعاتی باشد تا مقابله نظامی. از سوی دیگر، بازگشت واشنگتن به بگرام می تواند مسیر طرح‌های بزرگ منطقه‌ای را تغییر دهد. برای روسیه، این حضور یادآور دوران جنگ سرد است. مسکو نگران است که نیروهای آمریکایی از افغانستان برای نفوذ در آسیای مرکزی و نزدیکی به مرزهای جنوبی روسیه بهره ببرند. کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان،
ازبکستان و ترکمنستان نیز در تنگنا قرار خواهند گرفت، زیرا میان نفوذ روسیه و حضور احتمالی دوباره آمریکا گرفتار می‌شوند. در سطح جهانی، بازگشت آمریکا به بگرام فقط یک اقدام نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از رقابت جدید قدرت‌ها در قرن 21 است. رقابتی میان واشنگتن، پکن، مسکو و تهران بر سر کنترل مسیرهای انرژی، تجارت و نفوذ سیاسی در اوراسیا. اگر چنین سناریویی تحقق یابد، افغانستان بار دیگر به صحنه اصلی بازی بزرگ قدرت‌ها بدل خواهد شد، جایی که هر تصمیم ژئوپلیتیکی می‌تواند موازنه قدرت جهانی را تغییر دهد. در نهایت، بگرام نماد بازگشت آمریکا به قلب آسیا است. پایگاهی که روزی نشانه خروج واشنگتن بود، اکنون می‌تواند دوباره دروازه ورودش به منطقه شود. کشورهای منطقه به سادگی اجازه بازگشت آمریکا را نخواهند داد و برای آن بهای سنگینی طلب می‌کنند. شبکه لوجستیکی قدیمی آمریکا در افغانستان از بین رفته و افکار عمومی آمریکا نیز دیگر تمایلی به جنگ ندارد. حتی متحدانش در ناتو در این زمینه محتاطند. در کنار این، تهدید گروه‌هایی مانند داعش نیز وجود دارد که هر نیروی آمریکایی را هدف قرار خواهند داد. بنابراین بازگشت به بگرام عملاً ناممکن است، مگر آنکه تحول بزرگی در منطقه رخ دهد. اما حتی سخن گفتن از بازگشت آمریکا کافی است تا چین، ایران، روسیه و پاکستان در سیاست‌های خود بازنگری کنند. احتمال بازگشت اندک است، ولی همین احتمال کوچک می‌تواند سراسر منطقه را نگران و متزلزل سازد. اگر آمریکا واقعاً بگرام را دوباره تصرف کند، نشانه آغاز دوران تازه‌ای از قدرت‌نمایی واشنگتن خواهد بود. دورانی که شاید آغازگر جنگ سرد جدیدی در آسیا باشد.